از ظرف دیگران غذا بر ندارید. سلام علیکم. لاشخور. اینقدر خشن هم نه دیگر. بله؟ هیچی. هنگام غذا خوردن قوز نکنید. بی ادب، بی تربیت، بی فرهنگ. عجب آدمایی هستیدا. آرام و شمرده بخورید. تمومش کن دیگه لامصب، راحتم کن. گفتن آرام بجوید. آفرین. از غذا نکشید و به بقیه هم فرصت بدهید. خب بچه‌ها بفرمایید. من فقط یه لقمه خوردم، شما هم بخورید حالا. سرعت خوردن خود را با بقیه تنظیم کنید.